سلام، من عرفان بهشتی هستم و توی این ویدیو میخوام بهتون لاته آرت یاد بدم، فقط با استفاده از یک فرنچ پرس و هر قهوه‌ای که دارید. اسپانسر شرکت ونداد افراز زاینده. رفقا توجه داشته باشید، در این روش یکی از مهمترین عواملی که باید بهش توجه بکنید سرعت عملتونه. در واقع شما هر چقدر که بتونید فاصله بین مدت زمان فومگیری و عمل ریزشتون رو کوتاه‌تر بکنید، میشه گفت که برگ برنده رو در این روش در اختیار دارید. در واقع هر چقدر مدت زمان فومگیری و عمل ریزش شما کوتاه‌تر باشه، باعث این میشه که شیر و فوم از همدیگه فاصله نگیرن و در واقع وقتی شما دارین عمل ریزش رو انجام میدین، شیر زودتر از فوم بیاد و در انتهای کار فوم برای شما شروع کنه به ریزش تنها. بریم کارمون رو شروع کنیم. برای شروع بهترین کار اینه که مراحل تهیه قهوه‌تون رو اول آماده سازی کنید. لازم نیست توی این مرحله عصارتون رو بگیرید، چون هنوز خیلی کار دارید. قهوه‌ای که برای این لاته استفاده می‌کنید به سلیقه خودتون بستگی داره. میتونید اگر دستگاه اسپرسو ساز دارید از قهوه اون تهیه کنید، اگر موکاپات یا موکا کرم دارید میتونید از اون استفاده بکنید. همینطور اگر هیچ کدوم اینا رو ندارید از قهوه فوری استفاده کنید. بنابراین طبق مراحل لازم متناسب با دستگاهتون شرایط آماده سازی قهوه رو فقط آماده بکنید. به عنوان مثال اگه دستگاه اسپرسو ساز دارید، پودر رو داخل سبد بریزین، فشردش بکنید و هر کاری که لازم هست رو انجام بدین. همینطور برای قهوه فوری و یا مکافات هر مرحله‌ای که لازم هست رو الان توی مرحله انجام بدین، اما عصاره‌گیری نکنید. کار دومی که باید انجام بدین در این روش، به خاطر اینکه فرایند فومدهیمون طولانیه و طی این فرایند ما این امکان رو نداریم که دمای شیرمون رو بالا ببریم، بنابراین باید حداقل تجهیزاتمون رو تا جایی که ممکنه گرم بکنیم. بنابراین داخل پیچر رو آب گرم می‌ریزیم که دماش بالا بیاد و باعث کاهش دمای شیر نشه. میتونید شیر رو با شیرجوش گرم کنید و بعد به فرنچ پرس منتقل کنید. میتونید هم مثل این بار من برای گرم کردن شیر از مایکروویو استفاده کردم و برای حدود 1.5 دقیقه گرمش. اما یک موضوع مهمی که توی لاته آرتی که ما می‌خوایم با فرنچ پرس بزنیم بهتره بهش توجه داشته باشین، به خاطر اینکه فرایند فومدهی ما امکان بالا بردن دما رو برامون نداره و طی فرایند فومدهی دمامون پایین میاد، بهتره شیرمون رو مقداری از دمای مجاز بالاتر ببریم. مثلا میتونید استثناً این بار شیر رو تا مثلا دمای 70 تا 80 هم گرمش بکنید. در همین حین که شیر شما در حال گرم شدن هست، میریم سراغ عمل عصاره‌گیریمون از قهوه با دستگاه اسپرسو ساز، با موکاپات و یا هر چیز دیگه‌ای که این امکان رو براتون فراهم میکنه. شیر هم آماده است و با بالا پایین کردن پرس شروع میکنیم عملیات فومدهی رو روش عملی کنیم. فقط توجه کنیم برای فومدهی خیلی اهرم رو داخل سطح شیر نکنیم و تلاش کنیم اینو روی سطح شیر نگهش دارید، یک مقداری از سطح شیر پایین تر بره اما خیلی وارد شیر نشه تا بتونید یک فوم یک دسته‌ای رو داشته باشید. خیلی پرسش میکنن چه مدت زمانی من این کار رو انجام بدم؟ به مدت زمانی نیست، این فرایند رو اونقدر انجام بدین تا شیر شما عمل هوادهی روش انجام شده باشه و یک فومی روی سطح شیر شما رو گرفته باشه. بعد از این مرحله شیر رو سریعا به پیچر منتقل کنید. قطعا داشتن یک پیچر خیلی به شما کمک خواهد کرد که فرایند طراحی روی قهوه رو بهتر انجام بدید. حتما شیرتون رو داخل پیچرتون مقداری بگردونید و تلاش کنید که شیر و فوم با همدیگه ترکیب بشن و شیر خیلی جدای از فوم نباشه. اگر احساس کردین روی سطحش حباب‌های درشتی است، با ضربه زدن بهش میتونید این حباب‌ها رو هم بگیرید. اما بریم سراغ آرت زدنمون روی قهوه. در ابتدا لازم داریم که طبق شرایطی که توی ویدیوهای قبلی عرض کردم، کاپ رو در دستتون بگیرین، دسته به سمت بدن شما باشه و لازم عمل زیرسازی رو انجام بدید. عمل زیرسازی رو ترجیحاً تلاش بکنید هر چقدر یک دست‌تر انجام بدین و میزان شارش شیر به داخل فنجان قهوه شما یک نواختر باشه. تلاش کنید عمل زیرسازی رو خیلی سریع انجام ندین و همینطور تلاش بکنید خیلی هم کند انجامش ندین. موضوع مهم دیگه‌ای که بهتر بهش توجه داشته باشید، اگر از قهوه اسپرسو استفاده می‌کنید بهتر خوب فنجونتون رو همش بزنید تا سطح کرما بشکنه و نرم بشه برای ترکیب شدن با شیر. بعد از اینکه عمل زیرسازی رو انجام دادین تلاش بکنید
فنجونتون رو در کج‌ترین حالت خودش قرار بگیریم و در حالی که حدوداً 3/5 یا 4/5 اون رو پر کردین شروع کنید به ریزش. موضوعی که قبلا هم بهتون اشاره کرده بودم در موردش، اگر ریزش شیر به سمت پایین باشه، شیر داخل قهوه شما فرو خواهد رفت و طرحی نخواهید داشت. موضوعی که خیلی خیلی باید بهش توجه داشته باشید. اجازه ندید شیر و فوم از همدیگه فاصله بگیرن. این زمان ریزش و فومدهی خیلی تلاش کنید کوتاهش کنید. طرحی که من فکر می‌کنم برای شما میتونه مناسب باشه توی این مرحله، پیچرتون رو مقداری عقب‌تر از مرکز بگیرید و در حالی که فنجون در دست شماست و دارید عمل ریزش رو انجام میدید، همزمان فنجون رو هم صاف بکنید و دستتون رو خم نکنید. این باعث این میشه که یک طرحی در مرکز فنجون شما در حال شکل گیری باشه. تلاش کنید میزان شارش شیر به داخل فنجون رو ثابت نگه دارین و بعد از اینکه فنجون شما در حال پر شدن بود، پیچرتون رو بالا بیارین و در حالی که فنجون شما صاف هست، پیچر رو بالا بیارین و با ریزش بسیار کم یک خط روی طرحتون ایجاد بکنید تا این قلب زیبا رو داشته باشید. یک سری آموزش هایی در مورد لاته آرت توی یوتیوب قرار دادیم که با آب هست. انجام این آموزش ها با آب به شما کمک میکنه که مسلط تر بشین و بدون تمرکز کردن روی یک مرحله خاص کارتون رو بیشتر و بهتر پیش ببرین که میتونید این ویدیو رو داخل یوتیوب ملاحظه بفرمایید. مخلص مثل خورشید. خدا نگهدار.